3، 6، 9 قدرتمندترین اعدادی هست که نیکولا تسلا بهش اشاره میکرد و میگفت اگر کسی راز این اعداد رو بفهمه و متوجه بشه چه قدرتی داره، این اعداد میتونه به آگاهی کل برسه و متصل بشه و هر لحظه هر آنچه که بخواد خلق کنه. این اعداد بسیار قدرتمند هست و میتونه تأثیرات ژرفی در زندگیتون داشته باشه. سلام به همراهان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. با من همراه باشید تا با این اعداد قدرتمند آشنا بشیم و تکنیکی رو اجرا کنیم و خلق کنیم و هر آنچه رو که میخوایم. این تکنیک باید یک بار بنویسید. چیزهایی که میخواین رو بعد از اینکه نوشتین باید 3 بار صبح، 6 بار ظهر و 9 بار شب از روی اون نوشته بخونید و بهترین حالتی که بخوان تأثیر زیادی براتون داشته باشه با صدای بلند گفتن هست. شما وقتی که با صدای بلند چیزی رو میخونید یا خواسته خودتون رو اعلام میکنید، فکر کنید 90% به خواسته خودتون نزدیک هستید. وقتی که با صدای یواش هست و فقط فکری هست، شما 10% تاثیرگذاری دارید. چون صدای بلند بسیار بسیار تاثیرگذار هست، چون سطح ارتعاش و فرکانس درونی شما رو صدای بلند تغییر میده و به شما حس قدرت میده و این حس قدرت حس امنیت رو ایجاد میکنه و سطح فرکانس و ارتعاش درونی برای شما تغییر میکنه. نیکولا تسلا میگفتن اگر شما راز این اعداد رو بفهمید، شما اسرار این جهان رو میفهمید. این اعداد یک کلیدهای جهان انرژیکی هستش، اسرار کیهان رو برای شما باز میکنه و اون بافتهای پنهان انرژیکی رو برای شما نمایان میکنه. برای همین مهمه که دقیق این تکنیک رو انجام بدید و هر جا که یادتون رفت، چون این تکنیک به مدت 9 روز باید انجام بشه، دوباره این تکنیک رو از نو شروع کنید و ادامهش بدید. 9 تا خواسته خودتون رو می نویسید و این خواسته ها باید مثبت باشه و جوری نباشه که بخواد صدمه بزنه. به کسی که در هماهنگی باشیم باهاش، با جهان هستی در هماهنگی باشیم، در راستای مثبت چیزی رو درخواست کنیم. بعد از اینکه 9 تا نوشتید، بنویسید من لایق تمام خواسته های خودم هستم و من همکنون در واقعیت با تمام خواسته های خودم زندگی می کنم. من با جهان هستی و کائنات در هماهنگی برای دریافت برکات و نعمت‌هایی که درخواست کردم هستم و همکنون در آرامش و در شادی دریافت می‌کنم. تمام خواسته هایی که درخواست کردم و من پذیرای تمام اون خواسته ها هستم. من خودم رو لایق تمام اون خواسته ها میدونم و من اشرف مخلوقات هستم. من خالق هستم و من پذیرای تمام اون خواسته ها هستم و من همکنون با تمام اون خواسته هایی که درخواست کردم زندگی می کنم و لمس می کنم و در شادی و آرامش هستم و من شکرگزار تمام این برکات هستم. من قدرت خلق و قدرت جذب دارم. هر لحظه در حال تحول و در شروع موفقیت هستم و من در شادی و فراوانی زندگی می کنم. ممنون میشم پست را لایک کنید و کانال رو من رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید و 3 بار بنویسید خدایا شکرت که من در فراوانی و آرامش و ثروت زندگی می کنم. نوشتن شما دستوری برای کائنات هست. مشخص کردین که چی میخواین، پس بنویسید.